به چشمی ما بیا بر دلی ما گر نمی آیی به چشمی ما بیا از محیط اندیشه داری هر لبی دریا بیا از محیط اندیشه داری بر لبی دریا بیا خاک بر چشمم زنه نظاره همچون گردبان ای نسیمی پیرهن از دامنی صحرا بیا ای نسیمی پیرهن از دامنی صحرا بیا بر سری سیدی خودی سیاد بی پروا بیا یک شب از بحری تماشا ای گلی رنا بیا روزگاری شد که چشمی سیدا در مقامی خود بیا تنها بیا بر دلی ما گر نمی آیی به چشمی ما بیا
رنگین کردم رمیزی خیالم خام رنگین کردم دور داشتم بیغمم پیمان رنگین کردم دور داشتم بیغمم پیمان رنگین کردم پنجه شانه در پنجه زنجیر زود دست رنگین پنجه رنگین شانه رنگین کردم دست رنگین پنجه رنگین شانه رنگین کردم بر نهاد شاید که پا بدید بحری رنگین خانه رنگین کردم بزم رنگین فرش رنگین خانه رنگین کردم
داری هر خانه افسانه رنگین کرده درا به خانه اربابی درا به خانه اربابی دل کی جا اینجاست تاریخی مردمی بیگانه آشنا اینجاست و جستجوی مسیحا مرم که سری سید هزار درد و گر تو را دا اینجاست یارم ای جانم شکفتنی دلی بلبل بابا خزان باشد که صبح و شام به امیدی گل صبا اینجاست و جستجوی دلم به خانه چشم زیراهی عشق در آید که نقش پا در اینجاست یارم ای جانم مشابک بر روان از پی دعا مخفی بیا بیا که اجابت گهی دعا اینجاست
گریانی من است گشت پیدا از جراحت های پنهانی من است این همه خون آبکم در چشم گریانی من است گشت پیدا از جراحهای پنهانی من است قاصدی جانم که بحری قتلی دیگری قاصدی جانم مگو قاصدی جانی من است قاصدی جانم که بحری قتل دیگری قاصدی جانم مگو قاصدی جانی من است باری دیگر السلام علیکم استادان ارجمند، مهمانان گرامی قدر، حاضرین گرامی. امروز در مؤسسه ما در شهر باستانی خوجند باز یک واقعه بسیار هم فرح بخش فرهنگی به وقوع پیوسته ایستاده است و این هم باشد در موافقه و با دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر خوجند و اقدام های بخش فرهنگ شهر خوجند ما تصمیم گرفتیم که در همین مؤسسه این شام مبارک را، این شام فرهنگی را، این شام پر از مهر و محبت را در عرفه تجلیل روز شش مقام تشکیل کرده باشیم و من بسیار سرفراز از آن هستم که در چاره‌بینی ما بسیار استادان ارجمند ما،
استادان گرامی قدر ما، مهمانان عزیز ما از دور و نزدیک قدم رنجه کردند و قدم مبارک هر یک شما را به این مؤسسه، به این خانه آثارخانه اتنوگرافی، خانه رسمی ارگشبای بچه نوری دیده تاج سر میگوییم. چخیلی که میدانیم در این خانه آثارخانه البته 10 ساله ها، شاید 100 ساله ها در اینجا بسیار صنعتکاران، هنرمندان، گذشتگان عزیزی ما نیز اینجا خیلی بزم ها آراسته بودند. روزهای شاد را، روزهای مراد را، عید و ایام را در همین حولی قید کرده بودند و شاید قدم های مبارکی سرآمدان صنعت و فرهنگ خوجندشهر باستانی، صادرخان حافظ و تاشخواجه اسیری بر این شخصیت های بزرگ نیز به این مکان های پر از مهر و محبت رسیده بود و البته ما همچون میراث برداران ارزنده همین گذشتگان، نیاگان فرهنگیمان، نیاگان هنرمندمان، البته اقدام های ارزشمندی آن را من فکر میکنم که امروز یک ادامه داده ایستادن خود را اینجا بیان کرده ایستادیم. و وقتی که به این خانه آثارخانه کس قدم میگذارد، بی‌واسطه با دیدن این انشاءات ها، این خانه های رسمی که گذشتگان ما با دست های پر از هنری خودشان این خانه ها را ساختند، این منزل ها را بنیاد کردند و اینقدر آباد کردند و در حقیقت بهترین نمونه های صنعتی هنرمندان شهر باستانی خوجند و گرد و اطراف در اینجا، هم در صنعت نقاشی، هم در صنعت گچکاری، هم در صنعت کندکاری و هم در صنعت دوریدگری، هم در صنعت پردازگری در اینجا تجسم خود را یافته است. بار دیگر اظهار سپاس میکنیم. قدم مبارک همه یکی شما نوری دیده تاج سر. تشکر.
بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست. بگشای لب که قند فراوانم آرزوست. ای آفتاب حسن برون آدم ز ابر، کان چهره مشعشع تابانم آرزوست. گفتی ز ناز بیش مرنجان مرا برو، آن گفتند که بیش مرنجانم آرزوست. گفتند یافت می نشود جسته ما، گفتان که یافت می نشود آنم آرزوست. هرچند مفلسم نپذیرم عقیق خورد، کانی عقیقی نادری ارزانم آرزوست. والله که شهر به تو مرا حبس می شود، آوارگی کوه و بیابانم آرزوست. این نان و آب و چرخ چو سیل است بی وفا، من ماهیم نهنگم عمانم آرزوست. یعقوب وار و اسفاها همی زنم، دیدار خوب یوسف کنعانم آرزوست. زین همراهان سست عناصر دلم گرفت، زین همراهان سست عناصر دلم گرفت. شیر خدا و رستم دستانم آرزوست. جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور روی موسی عمرانم آرزوست. زین خلق پرشکایتی گریان شدم ملول، آن های و هوی و نعره مستانم آرزوست. گویاترم ز بلبل و اما ز رشک عام، گویاترم ز بلبل و اما ز رشک عام. مهر است بر دهانم و افغانم آرزوست. دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر. کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست. پنهان ز دیده ها و همه دیده ها از اوست، پنهان ز دیده ها و همه دیده ها از اوست. آن آشکار صنعتی پنهانم آرزوست. می گوید آن رباب که مردم ز انتظار، می گوید آن رباب که مردم ز انتظار. دست و کنار و زخمه عثمانم آرزوست. من هم رباب عشقم و عشقم ربابی است، وان لطف های زخمه رحمانم آرزوست. یک دست جام باده و یک دست زلف یار، رقص چنین میانه میدانم آرزوست. باقی این غزل را ای مطربی ظریف، زینسان همه شمر که زینسانم آرزوست. بنمای شمس مفخر تبریز روز شرق، بنمای شمس مفخر تبریز روز شرق. من هدهدم حضور سلیمانم آرزوست.
کردی خاکی رهت بردنم تمنا بود به خاک میبرم امروز این تمنا تکلمی شیرین لبیک جان بخشد بدم زدن نتواند کسی مسیحا کرشمه‌های غزالان مست می‌بخشد فراغت از دو جهان عاشقانی شیدا جامی دل خسته خواستم کاراست به شکلی شیر سوارانی سر بالا را اون قد دل جو می کشد در چمن تا وقت ناز اون قد دل جو می کشد سر خود را از
کشد بلبلی شوریده از گلزار پهلو می کشد هر کجا نقاش نقشی آن پری می کشد گر به زلفی عنبرش نبرد رسد می کشد گر به زلفی عنبرش نبرد رسد می کشد آنقدر دارد نهالی قد جانم نازکی بس لطافت محوی و گردید حیران نازکی این همه باری لطافت را به یک می کشد ای خدت سر و دهان نگون چه روی گلم نکتی زلفی پریشانی ترشکی سنبلم این مخمس چوزی مزمون
سو میکشد شام جبری اره را از برگی سو میکشد یاری ما سری بلند است بگوی بلند پس گفتم سخن از بیم رقیبا تا چند دامنش ده به دستم فیتد و حلقه زلف نتوازو گرفت آهوی مشکین به کمن نتوازو گرفت آهوی مشکین به کمن تیرهای دیگرش بر دلگر آید آنچه خاکیست چرا بر منی خاکی نفکن دل صد پاره به مرهم نشود چاره پذیر جام نازو جو شکستن نگیرد پیوند جام نازو جو شکستن نگیرد بعد از آن کاتش دل سینه پروانه بسوخت شمخوی به هلاکش بگیری خواه بخند گر بجویند بسر خر نیابند کمال گر بجویند بسر خر نیابند کمال بلبلی چون تو خوشیلان بچه من های خوجن بلبلی چون تو
به چمنهای خجل. سلام عرض میکنم به یکی شمایان مهمانان عزتمند، دوستان، استادان ارجمند ما، حاضرین گرامی. در تاریخ بشریت و تمدن جهان کم خلقی را میتوان دریافت که تفکر ایجادکارانه او گنجینه بی‌بهای صنعت موسیقی کسبی را و مثل شش مقام از قعر عصرها به وجود آورده باشد. شش مقام زاده زحمت مردم تاجیک هنوز در هزاره اخیر پیش از میلاد به وجود آمده در طول عصرها از نسل به نسل با نامهای گوناگون مقام، 12 مقام و 6 مقام و میراث گذاشته تا زمان ما همچون میراث گرانبها و از نگاه صنعت شناسی چون نمونه عالی موسیقی کسبی کلاسیکی تاجیکی رسیده است. تذکر باید داد که سبب به وجود آمدن سلسله آثار علمی درباره خصوصیت‌های تشکل و رواج و رونق فرهنگ موسیقی کسبی، تاریخ اصلی پیدایش شش مقام، مندرجه و محتوای آن، قانونیت‌های عمومی و خاص انکشاف معیارهای استتیکی صنعتی اجرا کنندگی، تشکل شکل اثرهای موسیقی، وظیفه و موقع صنعت و رشد جامعه، تحقیق تأثیر شش مقام و عنعنه‌های بدیعی خلق‌های دیگر، از همه مهم آموزش مکتب‌های عنعنوی تاجیکی در تاریخ شش مقام، خدمت‌های سرسپردگان علم موسیقی تاجیک، عالمان معروف، صنعت‌شناسان و مانند اصل‌الدین نظامов، نعیم جان حکیمов، اسکرعلی رجبov، عبدالرشیدov، خدایبردی‌رov و دیگران بغایت بزرگ بوده در تأسیسدهی فکولته صنعت که در ابتدا اولین اکادمی موسیقی در جمهوری تاجیکستان نامیده میشد با تمام شعبه‌ها، مکتب‌ها و موسیقی آن از جمله دسته شش مقام خوانان و استاد شادروان ما ولی زنده یاد نعیم جان حکیمов را بی‌نظیر از ارزیابی کردن ممکن است. باعث افتخار است و شایسته ذکر است که در برابر مکتب‌های رشد نموده پایتخت عزیزمان شهر دوشنبه و شهرهای فرغانه، بخارا و سمرقند جمهوری ازبکستان، مکتب موسیقی شهر خوجند هم در تاریخ شش مقام موقعی خاص و نقش مؤثر دارد. صادرخان حافظ، مقصود جان بولتویف، ارونبای دادوبایف، اوچیلبای احمدov، معروف جان بخودورov و جوربک بای محمد نیازov، جوربک نبیف، جوربک مرادov و ده‌ها دیگر مقام خوانان و هنرمندان موسیقی کلاسیکی نماینده برجسته این مکتب به حساب می روند که نامشان با حرف‌های زرین در صحیفه‌های تاریخ صنعت تاجیک ثبت گردیده است. اگر کس با دقت به سرود موسیقی کلاسیکی شش مقام گوش دهد، هدیه بزرگ نیاگان هنرمندان را احساس می کند که با آن جاذبه خودش به روح بالید خاطری، به تن قوه و غذای معنوی و به فردای زندگی امید دلپوری را تلقین می کند. با چنین تمنیات های نیک بار دیگر فرارسی این سنه فرخنده را به اهل ایجاد و هنر و کارمندان ساحه فرهنگ مبارکباد می نمایم. برایتان سلامتی پیوسته و سعادت پاینده تمنا می کنم. دائما در ایجادیات به کامیابی های نو به نوی ایجادی رسیده باشید و تمنا می کنم که طبعتان مثل امشبه باشد. سعادت و سربلند باشید.
هوسی روی تو باشم، در روی تو باشم، در روی تو باشم. تا عمر بود در هوسی روی تو باشم، در روی تو باشم، در روی تو باشم. ور خاک شوم خاکی سری کوی تو باشم، در کوی تو باشم، در کوی تو باشم. ور خاک شوم خاکی سری کوی تو باشم، در کوی تو باشم، در کوی تو باشم. فردای قیامت نروم جانی بی تو بی، در سایه سروی قد دلجوی تو باشم، دلجوی تو باشم. فردای قیامت نروم جانی بی تو بی، در سایه سروی قد دلجوی تو باشم، دلجوی تو باشم. زبان از پیداش نام براری، من دست برآورده دعاگوی تو باشم، دعاگوی تو باشم. خوشم که زبان از پیداش نام براری، من دست برآورده دعاگوی تو باشم، دعاگوی تو باشم. نشیند رقیبان تا من نتوانم که به پهلوی تو باشم. پهلوی تو پیوسته نشیند رقیبان تا من نتوانم که به پهلوی تو باشم، به پهلوی تو باشم. از غمزه تو ظاهری آموزمانگه موی شب مادر غمی که سوی تو باشم. ای شاخ گلی تازه منم بلبل این باغ، مزورم اگر شفته ای روی تو باشم، روی تو باشم. روزی که فلک خواند مرا نام هلالی، میخواست که من مایل ابروی تو باشم، ابروی تو باشم. روزی که فلک خواند مرا نام هلالی، میخواست که من مایل ابروی تو باشم، ابروی تو باشم. تا عمر بود در هوسی روی تو باشم، در روی تو باشم، در روی تو باشم. ور خاک شوم خاکی سری کوی تو باشم، در کوی تو باشم، در کوی تو باشم. برون شو ای غم از سینه که امشب یار می آید. تو هم ای دل ز خود گم شو که آن دلدار می آید. نگویم یار را شادی که از شادی گذشت است و مرا از فرط عشق او ز شادی عار می آید. مسلمانان مسلمانان مسلمانی ز سر گیرید که کفر از شرم یار من مسلمان وار می آید. در و دیوار این سینه همه درد ز فربهی که اندر در نمی گنجد پس از دیوار می آید. این شام ستاره بند و گلاویز و عطرگردانی اردیبهشتی ما و شما چه نشاطی ملکوتی داشتیم و با هم سفر کردیم
و قرون گذشته و آن روزگاری پرتجمل که الفارابی و بو علی سینا و زمانی که کوکبی بخارایی، درویش علی چنگی، امیر خسرو دهلوی، حضرت عبدالرحمن جامی رساله موسیقی می گفتند. به روزگاری که استاد عینی نابغه ملت ما تاریخ موسیقی تاجیک را می نوشتند. ما و شما بار دیگر به زمان سفر کردیم که صادرخان حافظ ترانه های بی مثل و بی بدل خود را برای مردم اهدا می کرد و آنسان که امام غزالی می گوید سرود و موسیقی را چیزی باشد که گوهری ما را بجنباند، گوهرهای دل و جان و روح و روان ما را بجنباند و ما را دیگر باره به فصل تولد و تجدد می خواند. وقتی خواهر عزیزمان فیروزه بانو نورالزاده گفتند که در آثارگاه ارگشبای بچه همینطور شام قوالان و غزل سرایان شش مقام برگزار می شود، دل من بارور شد از حزن قدیم و از نشاط کهن. به یادم آمد که چند در اون سوتر خانه مادر بزرگ من مریم بانو بود که با اسم خاجربی در خوجند میگویند بیهاجل تولد شده بودند. در خانه شریف بای بچه از نفرهای نسبتاً کم اشتهاری شهر خوجند و همین بیخاجره یعنی نام دیگرشان مریم بانو همسری نخست رئیس ناظران تاجیکستان عبدالرحیم حاجی بایف هستند. چرا من این حروف را برای شما میگویم؟ برای آنکه بابایم در زمان تعقیبات شدید استالینی به یک نفر یاور و دوست و شاگردشان سپارش میدهند که من هستم یا نیستم، باید ما و تو یک کاری مهم را کنیم. این خرطه ترانه های صادرخان حافظ را میبری به خانه پدری من، به همون محله بافنده در کاهدان پدرم مدفون میکنی، گور میکنی و شاید زمانی هم می بیاید باز یک زمان سازگار که آن شاهکار بی بدل را بیرون می آوری و به مردم اهدا میکنی. و در واقع همون دوستشان سمندرف که بعداً دیرکتور تئاتر هم بودند همین کار را انجام دادند و از همون کاهدانی گم شده گمنام فرتود این ترانه های بی بدلی جهان افروز و روان افروز را بیرون کشیدن و یگانه همون ثبتی که از صادرخان حافظ بزرگوار و یادگار مانده است همان است. بینید از بزرگان ما باید بیاموزیم که تکیه به همون پشتوانه های معنوی خودشان میکنند و روح آن عزیزان را همیشه به یاری و یاوری میخوانند و میگویند که این هنر و این اعجاز و این ایجادی که حالا میکنند، شاهکاری های معنوی که حالا می آفرند، با برداشت و انگیزه و ثمر گرفتن از آن بزرگان روی داده است. یعنی همیشه تکیه به گذشته های ارجمند خود دارند، به آن روزگاری که ملت ما دیگر باره باز هم میتواند فرهنگ و عرفان و عشق و آرزو و آرمان خود را برای عالمیان بازنمایی کند. و همه این عزیزانی که این شب جان ما و شما را بارور کردند از ترانه های بزرگان، هزار باره سپاس میگوییم. بینید به نوجوانان عزیز گفتنی هستم که استاد
پای محمد نیاز، استاد معروف خوجا که ما چندین دفعه سعادت صحبتشان داشتیم، نفرهای دانشوری رمزآشنا و ادافهم هم بودند. نفرهایی بودند که بجز نظریه موسیقی و جز دانش خیلی کامل علم موسیقی و شش مقام، شعر را هم خیلی دقیق میفهمیدند، به قلمرو معنی سفر میکردند. مثلا استاد معروف خوجا در یک صحبت گفتند که وقتی ما اشاق زیبونیسا را میخوانیم، من خیال میکنم که گفتند یک اشتباهی بزرگ میکنیم، زیرا این غزلی که خیلی مشهور است، غزل بسیار اشتهار یافته، اصلا به قلم زیبونیسا ربط ندارد، مربوط نیست. زیرا به پایان غزل توجه کنید: زکات حسن اگر میدهی برای خدا، بیا که زیب نصابت چو من گدا. اینجاست گفتن. اما مشاقان ما، قوالان ما، فرد نوایان ما، فرد نوا یعنی سلیست، فرد نوایان ما چنین میخوانند که زکات حسن اگر میدهی برای ثواب، بیا که زیب و نسا همچون من گدا. اینجاست. اصلا زیب و نسا نیست، گفتند استاد معروف خوجا، گفتند که بیا که زیب نسابت چون من گدا. اینجاست. ما برای آب انداز می سپاریم، برای چراغ، برای زمین، برای خاک و نازنین ها گفتند برای زیباییشان باید انداز پرداخت کنند و همون انداز را برای عاشق بیچاره پرداخت کنند که گدا است، گدای حسن یار است. بار دیگر توجه کنید: زکات حسن اگر می دهی برای ثواب، بیا که زیب نصابت چون من گدا. اینجاست. یعنی حرفهای ما از استاد معروف خوجا شنیدیم و امیدوار هستیم که نوجوانان عزیز ما که امروز برای ما پیام اجداد را رسانیدند، همین طور اداشناس هستند، همین طور آشنای حروف و معنی و عشق و آرمان بزرگان هستند، همین طور سفرنگر نیستند بلکه سفر میکنند به ژرف معنا. آمدی موسیقی دریا به ما آموختی، صوت شبنم شیوه صبح صفا آموختی. عاشقانه بلبلانه باز کردی دفتر ادوار گل، ای که بر گل حرف و بر بلبل هجا آموختی. لطف کن 100 سال دیگر باش و بر ما یاد ده این هنرها را که با فضل خدا آموختی. تمنا میکنیم و دست دعا میکشاییم که کلی هنروران بزرگ ما و این شاگردان نو قدمشان، این شاگردان بسیار پر محبت و ثابت قدمشان زنده و پاینده باشند، مصدر هنر و ایجاد و اعجاز بمانند و اهل حضور هم امروز نفرهای بسیار داننده بودند، نفرهای بسیار رمزشناس بودند، نفرهای بسیار بشارت پذیر بودند. چون سعدی میگوید که فهم سخن چون نکند مستمع، قوت نطق از متکلم رود. یعنی مستمعان و متکلمان و خوانندگان به هم سازگار بودند. از این خاطر به همه شما عزیزان مبارک حضور این شب و شام بسیار مفرح را شادباد میگوییم. تمنا میکنیم که ما و شما با قوت و قدرت خداوندی، با جهادی همگانی باز هم برای پایندگی هنر، شعر و محبت تلاش ورزیم. سلامت باشید.
وقتی غمگر کشد دستش نگیرم اگر تیرم زنه مینه پذیرم تمام ابرویت را می‌ریزم تیر پیشی دست و بازویت بمیرم تمام ابرویت را می‌ریزم تیر پیشی دست و بازویت بمیرم
بی تو تنهایی کشیدم دردی من بالا گرفت. بی تو تنهایی کشیدم دردی من بالا گرفت. دید رنگی من طبیب بود در بری من جا گرفت. ای دوست یارم دید رنگی من طبیب بود در بری من جا گرفت. عجب یارم یاری بی پروای من از من خبرداری نکرد. یاری بی پروای من از من خبرداری نکرد. گرچه دودی آهی آتش باری من دنیا گرفت. ای دوست یارم از شکوه تنهای گلها باها گلگون شدن. دوست یارم غنچه امیدی من یک گوشه صحرا گرفت. عجب یارم عاشقی ای دردمندان دردی بی درمان بوده است. عاشقی ای دردمندان دردی بی درمان بوده است. آتشی سوزان هجران در
از که پرسان شدم که یار من بی من چی کرد از یکی پرسان شدم که یار من بی من چی کرد گفت بی تو با دیگرها ساغر و می نگیریم عجب یاره دل تپیدن داشت دست تصویر درونی سینم دوست رفت آرام از نسیمی ساحلی دریایی عجب دوست ای توبه‌ام شکسته از تو کجا گریزم ای در دلم نشسته از تو کجا گریزم ای نوری هر دو دیده به تو چگونه بینم وی گردنم ببسته از تو کجا گریزم ای شش جهت زینورت چون آینه است شش رو وی روی تو خجسته از تو کجا گریزم دل بود از تو خسته جان بود از تو رسته جان نیز گشته خسته از تو کجا گریزم گر بندم این بصر را ور بکسلم نظر را از دل نی گسسته از تو کجا گریزم واقعا از نوای جان این شامینه دل بریدن و دل گسستن خیلی دشوار است و یک سپاسی به حد و بیکنار و بی‌مثل به تشکیل کنندگان این چاره‌بینی زیبا و خصوصا به آن نفرانی که این غایه را پیشنهاد کردند به تهیه کننده و کارگردان این برنامه قربان جان بابا جانوف و مدیر شعبه فرهنگ شهر خوجند تخمینه عبدالقهارزاده هرچند در یک کنج و کنار و خیلی خاکسارانه نشستند ولی این زیبایی این حشمت از آنهاست. محترم اهل علم و ادب اهل مقام امشب یک شب تاریخی است زیرا ما گذشتگان را به آیندگان پیوند می دهیم در این شب مبارک ما از کلام ناب بزرگانمان حضرت مولانا جلال الدین بلخی مولانا عبدالرحمن جامی شیخ سعدی شیخ کمال هلالی آخر و استاد مرزا ترسونزاده اختتام نمودیم این خدمت به ملت است
خدمت به گذشتگان اهل و ادب ما، خصوصا با آیندگان ما چی باقی میمانیم. امشب ارواح حضرت جامی، مولانا، هلالی یا کسانی که امشب نامشان در غزل ها گرفته شد که آنها برای ملت خدمت کردند و این صنعتکاران امروز اون چیزی که میخوانند برای 100 ساله های ما خدمت میکند. ما باید افتخار داشته باشیم که در یک زمان همراه فرزانه خان زندگانی میکنیم. شعرا و ادبا زیاد هستند، یکی از خانم ها بسیار کم هستند. یک زیب و نثار را میگوییم یا دیگرشان میگوییم، لیکن گوهر زمان ما، نابغه ملت ما همراه ما در اینجا نشسته، گوش کردند، در اینجا سخن کردند. بعد 100 ساله ها ممکن همین شبه نشست یادآوری شود. این البته تاریخ است. من تمنا میکنم که وطن ما تحت راهبری پیشوای ملت دایم تنج باشد، آرام باشد و دعا میکنم که خاندان همه شمایان آباد باشد. برای شمایان تنی صحت خاطر جمع را از پروردگار میپرسم. تشکر استاد. و طبق خواهش سخن به استاد سید عمران سید فرا. دوستان عزیز، من راستی گپ سخن نگفته نمیتوانستم با آن خاطر که واقعا این بیگاه یک محفل اینجا برگزار شد که و قول انالوگش حالا در شهر نبود، این غیر عادی بود. برای همین من به مقامات اجرای حاکم دولتی شهر خوجند، خاصه به خواهر عزیزی ما که سرکرده همین تشبث هستند، معلمه ارجمند فیروزه بانو نورالله‌زاده سپاسگزاری میکنم و امیدوار هستم که اینجا یک مصرع آغازش استاد فرزانه گفته، یک مصرع دیگر شما میگم، عشق را آغاز هست انجام نیست. من میخواستم که همین انانه آغازش باشد و انجامش نباشد. استاد بای محمد نیازوف دیروز در یک برنامه تلویزیونی گفتن در صنعت 3 چیز است، یکم آهنگ، دوم آواز، سوم متن. اگر همین 3 چیز به هم بیاید اون هنر بهترین است. به همین خاطر بسیار میخواستم که همین گونه محفل ها باز هم ادامه یابد. ما امروز یک بار دیگر من نهایت خرسند شدم که امروز کارگردان ها در جستجوی هنرمندای معروف و نامور نشدن، هنرمندای شدن که اونها در سری راه هستند، در سرمنزلی هنر هستند. برای همین بسیار میخواستیم که همین صحنه ادامه یابد. یک بار دیگر از نام همین اونها که اینجا بودن به هنرمندان، به سرآیندگان که استاد فرزانه بازم برمیگردم به سخنشون، از همه چیزی اساسی اینها محبت دارن، محبت به صنعت دارن، محبت به هنر دارن. انا همین محبت اونها بالا نشین میکند. بگذار همین آتش محبتشون فروزان باشد. آتش محبت اینها کی فروزان میکند؟ اونها فروزان میکند که اینها درک میکنند، میفهمند. ما شما درک میکنیم، میفهمیم. برای همهشون سربلندی، خانه آبادی، صنعت بلند تمنا میکنم. یک بار دیگر آرزو میکنم که این گونه شامهای مانندی روز شامهای فرهنگی در شهر ما، در ولایت ما زیاد باشد. سلامت باشید. تشکر و طبق خواهش سخن به استاد نورالله خان ریاست مرا. تشکر زیاد. من و نکته دیگری که خیلی میخواستم باز یک بار دیگر که تکرار باشدم، با آرزوی اون بودم. همینجا می نشستم فکر کرد، چند بار از فکرم گذشت که برای چی همین گونه محفل ها یک رسمیت به نمی درآیند. برای اون که همه وقت در خوجند ما
محفل های به دلخوانی بود، محفل های مقام سرایی بود، محفل های ادبی هنری دیگر محفل ها، حتی محفل های هنرمندی بود. این آنانه است اینکه شهرهای قدیم بخارا، سمرقند، فرغانه، خوجند همه وقت این آنانه دوام داده میبینند و ما هم فکر میکنم اینکه امروز به همین لحظه رسیدیم که این آنانه ها از دیگر باز زنده شوند و همین گونه یک محفل خاص که هم صدای دل هنرمندان و نوازندگان ما شنویم و اونها هم دل ما را هم احساس کنند که شنوندگان اونها هم هستند و مشتاق هنری اونها هستند و میتوان درباره چندین مسئله ها در همین شب ها مبادله افکار هم باشد. یک بار دیگر با مقامات اجرایی حاکمیت دولتی خوجند، با همه آن دستاندرکاران و در مقدمه آنها با این هنرمندان اصیل صنعت موسیقی کسبی تاجیکی که امروز اینقدر لذت به جان ما بخشیدند اظهار تشکر میکنم. سلامت باشید، زنده باشید. تشکر. اگر دیگر سخن و پیشنهادها نباشد به صحنه گذارنده قربان جان بابا جانов یک کوتاه سخن دهیم که چون این نخست محفل بود و میخیل پیشنهادهای هم شد که باید این سلسله محفل باشد، یک دو سخنگویان با این بزرگ به انجام رسید. بیا بیا که تو را چون ترانه میخواهم، مجو بهانه که من بی بهانه میخواهم. مرا بار دیگر خوش آمدیتان مهمانان ارجمند، هنرمندان عزیز. البته ما الهام از هنرمندان میگیریم، از استادان میگیریم. من به نهایت خرسند هستم که امروز در یک محفل خیلی زیبا و قیمت همه سرجم شدیم و ما اقدام گرفتیم که همین محفل بازم در ماه‌های آینده تکرار یابد، تکمیل یابد و اگر که قدم‌های نوری شما باز در این خاندان هویدا شد، ما از شمایان، از حضور شمایان به نهایت خرسند میشویم. سپاسی جهان، سپاسی بی آخر به همه شما منده‌دار هستیم. سلامت باشید. تشکر برای شما. تشکر زیاد. خوش آمدید و به امید محفل های آینده و دیدارهای آینده سلامت باشید. تشکر.